درود، من شعله گلخوجه. اخبار روز چهارشنبه 19 اکتبر رو از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم میکنم. امروز در برنامه رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی به وکیلان مردمی شهر داد که چرا این نهاد به ورود بدون اجازت به خانه های مردم احتیاج دارد. چون این مناسبت مخفی کاری و کنسپیراسیون نهایت سنگین از جانب گروه های تروریستی مناسبت برابر وزن را طلب میکنند. وزارت مدافع آمریکا تاکید میکند که گروه دولت اسلامی در مقابل ارتش عراق و سربازان کرد ساکنان آسایشته شهر موصل را همچون سپر زنده استفاده میبرد. و همسر یکی از یاران عبدالحلیم نظرزاده را با 5 فرزندش از خانه اجاره خارج کردند. سلفیدن چیکادن و دگونان زنگ زد که بیا خانه ما دخوره و دکود اگر دا کسل میشه. تفصیلات خبرها را از مرگ یک نظامی در ولایت خودمختار بدخشان شروع میکنیم. نصف روزی 17 اکتبر مایور نعمتالله خیراللهی 31 ساله در پی چپه شدن به‌طیر نیروهای مسلح تاجیکستان به هلاکت رسیده است. این زره‌پوش از شهر خوروغ به سمت ناحیه اشکوشیم حرکت میکرد. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت ماشین نظامی از بلندی به جری تا 6 متر افتاده است. چند سرباز دیگر در این صدمه آسیب دیدند. مایور ففتیده و سربازان برای اشتراک در رزمایش مشترک نیروهای تاجیکستان و چین می رفتند. رزمایش مشترک نیروهای تاجیکستان و چین 20 اکتبر در ناحیه اشکوشیم شروع شده 4 روز ادامه خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی یکی از هدف اصلی این تمرین ها تقویت خط مرز با افغانستان بوده است. گفته می شود در این مشق نظامی رئیسان شهر و ناحیه های ولایت نیز اشتراک می کنند. کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان حق پیدا کردند که در حالتهای استثنایی بدون اجازه وارد منزل ساکنان شوند. چنین امکانیت را پارلمان تاجیکستان امروز با وارد کردن تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی فراهم کرد. برای یوسفی از جلسه پارلمانی و بحث‌ها در اطراف این موضوع گزارش می‌دهد. مجلس نمایندگان طرح علاوه به قانون تاجیکستان درباره مقامات امنیتی ملی را تصویب کرد. بر اساس این تغییرات کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی در حالتهای استثنایی حق دارند که بدون اجازه وارد منزل ساکنان شوند. سعید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان هنگام معرفی این طرح قانون در پارلمان گفت چون این مناسبت مخفی کاری و کنسپیراسیون نهایت سنگین از جانب گروه های تروریستی مناسبت برابر وزن را طلب میکنند. یعنی مخفیانه وارد گشتن به حدودهایی که در آنجا تروریست ها میخواهند عمل جنایتکاری خود را جاری نمایند. شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان این سوال را مطرح کرد که در صورتی که در منزل شهروند افراد بیگناه باشند پس ضرر جبران چگونه صورت میگیرد؟ با این سوال محمد علی وطنزاده یاردمچی و نماینده رئیس جمهوری تاجیکستان در پارلمان پاسخ داد. و موافق قانونگذاری گراجدانی جمهوری تاجیکستان ضرری که در نتیجه عملیات مقامات دولتی رسانیده به شهروند رسانیده می شوند از جانب دولت جبران کرده می شود. پارلمان تاجیکستان روز چهارشنبه با کدکس جنایی تاجیکستان نیز تغییرات وارد کرد که جنایت خیانت به دولت را در بر میگیرد. حاتم نظرزاده معاون اول دادستان کلی تاجیکستان هنگام معرفی این طرح که از جانب حکومت پیشنهاد شده است گفت این تغییرات در موافقت با کمیته دولتی امنیت ملی و آژانسی مبارزه با کروپسیا روی دست گرفته شده است. بر اساس تغییرات در این قانون هر خادم دولتی و نظامی که با استفاده از مقام دولتی طریق رسانه و اینترنت حرکت‌ها و غایه‌های تروریستی و افراطگرایی را سفید می‌کنند مجازات خواهند شد. براد یوسفی، آزادی، دوشنبه. وزارت مدافع آمریکا گروه دولت اسلامی را با آن متهم کرد که مردم آسایشته شهر موصل عراق را به حیث سپر زنده استفاده میبرد. سخنگوی پنتاگون تاکید کرده است که طول چند هفته اخیر سلاح به دستان دولت اسلامی مردم آسایشته را بازداشت نموده آنها را زوراً در داخل شهر نگاه می‌دارند. فعلا در موصل نزدیک 1.5 میلیون نفر استقامت دارند. نظامیان آمریکا از آن نگرانند که گروه افراطی میتواند از سلاح کیمیایی کار گیرد. در این بین اطلاع رسیده است که
артиши ироқ ва сарбозони гурӯҳи курдии пешмарга дар роҳ ба мавсил даҳо деҳаро ишғол намуданд. тахмин мешавад ки раҳбарони воломақоми гурӯҳи давлати исломӣ ҳам аз мавсил берун нашуданд. ба навиштаи хабаргузории Reuters, артиши ироқ аз самти ҷанубӣ ва ҷанубу шарқӣ ва гурӯҳи пешмаргаи курдӣ аз самти шарқ ва ғарб ба мавсил наздик мешаванд. дар ин амалиёт ҳавопаймоҳои эътилофи байналмилалӣ низ ширкат меварзанд. барномаро идома медиҳем. рӯзи сешанбе вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон дар шаҳри Тошканд бо ҳамтои Қазоқаш мулоқот намуд. гуфтугӯи Сироҷдин Аслов бо Ерлан Идрисов дар ҳошияи ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои созмони ҳамкориҳои исломӣ сурат гирифта, вазирони ду кишвар дурнамои ҳамкориҳои муштарак ва масоили байналмилалиро баҳс карданд. ҳоло дар бораи Афғонистон мегӯем. як сухангӯи Толибон гузоришҳо дар бораи музокироти махфӣ бо ҳукумати Афғонистонро рад кард. пештар аз ин як намояндаи ҳукумати Афғонистон ба Радиои Озодӣ гуфт ки аз аввали моҳи сентябр онҳо ду дафъа бо намояндагони Толибон дар бораи хотима додан ба ҷанг гуфтугӯ карданд. дар бораи музокироти сулҳ бо Толибон ҳамкорам Тоири Сафар бо Фаришта Нигоҳ, хабарнигори Радиои Афғонистони Озод суҳбат намуд. فرشته به برنامه ما خوش آمدی و نخست میگفتی که مسئله چی است که اول منابع خود طالبان در باره مذاکرات و جزئیات مذاکرات صلح با حکومت افغانستان صحبت کردند و حالا سخنگویشان این گزارش ها را رد میکنند. طالبان امروز صبح با نشر اعلامیه این گفتگوهای سری را رد کردند و گفتند که داخل مذاکره نشدند، اما برخی از منابع طالبان که در قطر هستند و اونجا یک دفتر غیر رسمی اینا دارند، اونا در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که در این گفتگوها که 2 بار صورت گرفته، از طرف افغانستان معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی افغانستان حضور داشته، یک مقام امریکایی هم در حضور داشته و از طرف طالبان برادر ملا عمر رهبر پیشین یا مؤسس این گروه حضور داشتند. ای که این مذاکرات فعلا طالبان رد میکنن، کارشناسان و آگاهان به این باور هستند که ممکن طالبان در پی امتیازگیری زیاده هستند و فعلا اینا در جنگ هم پیشروی های دارن. اخیرا اینا شهر قندوز برای بار دوم به دست آوردن و کنترلش گرفتن. ممکن این وقت است که چانه‌زنی ها میتونه شود در سر مذاکرات و همچنان امتیازگیری بیشتر کنن. فرشته، در جریان مذاکرات صلح با طالبان حکومت از نمایندگان این گروه چی خواستند، چی طلب کردند؟ خب منابعی که با رادیو آزادی صحبت کردن، اینا میگویند در مذاکراتی که در قطر دوباره صورت گرفته، حکومت افغانستان از طالبان خواسته که با اعلام آتش بس سلاح خود به زمین بگذارن و طالبان اینا همون رقم که شما هم در آغاز گفتین که اینا خواهان از این هستند که تمام نیروهای خارجی از افغانستان باید بیرون شود. در پلوی از این گروه باید به رسمیت شناخته شود. در مذاکرات همین شرط ها بازم تاکید شده به این شرط. و چند پیش گلبدین حکمتیار، یکی از مخالفان سرسخت حکومت افغانستان، به قطع جنگ و مذاکرات صلح راضی شد و با حکومت هم صلح کرد. آیا عمل کردی گلبدین حکمتیار میتواند طالبان را زیر فشار قرار بده تا با حکومت صلح کنند؟ حکومت افغانستان بار بار گفت که این توافقنامه صلح با حزب اسلامی میتونه که گروه های مسلح را هم تشویق کنند که اینا در میز مذاکرات بیاین و به صلح بپیوندن. تشکر. فرشته نگاه، همکارم از رادیو افغانستانی آزاد با ما صحبت میکرد. تشکر فرشته. تشکر از شما. бармегардем ба Тоҷикистон. ҳамсари як узви гурӯҳи Ҳоҷи Алим бо 5 фарзанди нобулиғаш дар кӯча монд. Дилбар Гургованро соҳиби манзиле ки дар он ҷо иҷоранишин буд, аз хона берун кардааст. ба гуфтаи ин зан, хонаро онҳо барои 8 моҳ иҷора гирифта буданд, аммо бо гузашти 2 моҳи иқомат аз онҳо талаб карданд ки хонаро тарк намоянд. сарсонии Дилбар Гургова бо фарзандони нобулиғаш баъд аз он шурӯъ шуд ки шавҳараш Амонулло Нуров барои даст доштан дар ошуби моҳи сентябри соли гузашта ба 23 соли зиндон маҳкум гардид. ҳамкорони мо зиндагии ин зан ва фарзандонашро ба навор гирифтанд. дилбар Гургова охирин анҷомашро аз хонаи иҷора ҷамъ меорад. ӯ бояд то нимаи аввали рӯз ин хонаро, ки қарор буд то 8 моҳи дигар ба сар барад, холӣ кунад. баъди 2 моҳи зиндагӣ соҳибхона аз ӯ талаб кардааст ки хонаро тарк кунад. вай бисёти доштаашро бо кӯмаки кӯдакони хурдсолаш дар ҳавлии ҳамсоя ҷой мекунад.
با من گفتم اپا ما 5 فرزند دارم شوهر ما ترمده ما شوهرم نیست مثلا ما در خونه شما اجاره میشیم که آیا سال زیاد ما میشینم که مثلا ما جایی رفتن ندارم من دیگه که مثلا باید جای دیگه بکچم برم صاحب خونه روزی چی دلبر میگوید مدتی 3 روز است که او و 5 کودک نابالغش در حوله یکی از استخدام کنندگان این بنا که او قبلا در آن اجاره نشین بود شب را روز میکند. همینجا کودکان او خوراک میخورند و به درس آمادگی میبینند. ما این بیگا 20 کودک سلفیدن چکدن و دوگانم زنگ زد که بیا خانه ما خوره کودک اگر دا کسل میشه که پلاژنی قد قیم سوقتی کودک چکو کنم در روز زمستان. این مادر در چند ماه اخیر بعد آن سرسان شد که شوهرش امان‌الله نوروف یکی از یاران عبدالحلیم نظرزاده با قرار دادگاه عالی با اتهام تروریسم به 23 سال زندان محکوم شد. دلبر گورگووا در روزهای اول بازداشت شوهرش بنابر روزگاری سخت داشتنش حتی تصمیم داشت فرزندهایش را به یتیمخانه سپارد. اما وقتی دادگاه برای مانع شدن به تحصیل فرزندانش پرونده باز کرد، دیرتر با سبب تغییر یافتن وضعیت و به تحصیل جلب شدن فرزندانش حجت برای جوابگری نماند. با وجود آنکه بخش پایگاه 201 روسیه از شهر کولوب به تمرینگاه لاهور در ناحیه رودکی کوچانده شده است، ولی از تمرین‌های سربازان این پایگاه در زمین‌ها تا هنوز گلوله‌های ناترکیده باقی مانده است. در نتیجه از بی‌احتیاطی و یا ناآگاهی اکثرا نابالغان و جوانان قربانی ترکش این گلوله‌ها می‌شوند. چون این فاجعه اخیراً با یک نابالغ رخ داد و او را از یک چشم و دست محروم کرد. گزارش نوبتی ما در این باره قصه می‌کند. میخواهم که مکتب بود سری معروف را که آرزوهای زیاد دارد و میخواهد بعد مکتب به دانشگاه برود ترکش سنارید به مصیبت گرفتار کرد. او را از یک دست و از یک چشم محروم کرد. فاجعه 15 آگوست امسال هنگام پادبانی نورسی 16 ساله در ناحیه شمس‌الدین شاهین رخ داد. ما گاوچرانه رفتیم. من همون گاه ها رو برای گرداندن رفتم که از وقت یک استربه همین در وقت یک استربه پرتافتگی بود و من این رو گرفته با پیش امراه هایم آمدن و گفتم این تیر است. گفتن که این تیر رو پرتاید و نخواست از دست من هوش شد و در بالای سنگ زد. فاجعه در اینجا به وقوع پیوست در کنار دیه جای پادبانی مردم. معروف تنها نبود. پسر عمکش سفرمد و سرخانی همسایه او را همراهی می کردند. در شفاخانه پای مجروح سفرمد را تبابت کردند ولی سرخانی 28 ساله پدر 2 فرزند را نجات دادن نتوانستند. او 3 هفته بعد از زادروزش هلاک شد و اینجا لباسهایش را گروندند. گلوله ناترکیده که معروف پیدا کرد غالبا از نیروهای روسیه مانده است که در آزمایشگاه مومیرک مشق می‌کردند و تیر و گلوله هایشان تا به دهه‌های اطراف می‌رسید. همون آدم‌های که اونجا نخد می‌کردن، دراو می‌کردن، میگفتن که همون تیرو همین شوست با بالای سر می‌گذرن خدا براس اکیابون چی نشده مگه که به حد تیری ویرون. نیروهای روسیه آزمایشگاه مومیرک را سال گذشته ترک کردند و به لاهور نزدیکی دوشنبه رفتند، اما گلوله‌های مرگبار میراث ماندند که منتظر نورسان کنجکاو مثل معروف هستند. درباره باوری مردم به فولبین و ملاها زیاد نوشته و گفته می شود. برخی مردم عادی در تاجیکستان برای دوای درد وزنین یا بی دوای خود و یگان پیوندشان یا برای باز شدن بخت فرزندش از ملاها تومور میگیرند. اما ظاهرا با گذشت وقت و پیدایش مشکلات نو بنا ملاها نمودهای نوی خدمات را پیشنهاد میکنند. از جمله وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 2 ساکن شهر نو خبر داد که با ادعای توسط دعا و کرخط برگرداندن نزدیکانشان از جنگ سوریه از چند نفر پول گرفتند. وزارت کارهای داخلی علیه این 2 نفر بازداشت شده رضا قلدوس مرادی 56 ساله و فتیدین سیمیدینов معروف به قاری فتیدین پرونده جنایی باز کرده است. این خبری آخرین نشر نوبتی برنامه بود. خبرهای بیشتر در وبسایت ما و نوارهای دیدنی در یوتیوب گذاشته شده است. همچنین ما در فیسبوک و ادناکلاسینگ و توییتر صفحه داریم. زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه نیز دریافت خبرهای تازه را فراهم می‌کند. برنامه خبری ما در سامانه آزیا پلوس نیز پخش می‌شود. با ما بمانید.